سلامی دور و دراز، اسم من گیسو است، میهنم سر یک زن است. از 3 طرف در محاصره افتادم با حجاب. چندین سال است در زندانم، نه آفتاب اجازه دارد به ملاقاتم بیاید و نه باد، و نه میگذارد بیرون بروم و نه اجازه میدهد هیچ شعر یا ترانه‌ای پیشم بیایند. اما دیگر من در اختفا با انگشتان توافق کردم. امشب زندان را می شکنیم، آزاد می شوم و در نهایت حجاب را هم به دست برق سوزان می دهیم تا در بالای بلندترین قله کوه در مقابل چشمان تمام عمامه های دنیا آن را بسوزانند.